ما میبینیم وزیرای متفاوت معرفی میشن در این شب و روزها و معینان و رئیسان متفاوت معرفی میشن که به باور عام بیشترشان همون مسلک را بلد نیستن و همون شغلشان نیست. بازم من تکرار میکنم از مدرسه آمدن و اینکه کارهای دیگر را انجام دادن. این کار درست است گماشتن این گونه افراد؟ یک چیز به شما بگم که بعض وقتا آدم فکر میکنه که تنها تخصص میتونه کار کرده. از نظر ما باید هر دو چیز باشه. بله این لازم هست. در اول باید تعهد باشه، در یک تخصص باشه و تعهد هر دو. اما متاسفانه در نظام فعلی بله در رأس ادارات آدمای بسیار متعهد به کار گماشته میشه. شاید از در تخصص کمبودی‌هایی داشته باشه، اما چیزی که اونا داره، احساسی که اونا داره 100 برابر تخصص اونا کار میکنه. یک کسی که در یک جا وزیر گماشته میشه از طرف امارت اسلامی کوشش میکنه خود را برسانه. بله. من متخصص و شما هم کمکشان میکنید و ما هم متخصص از این بخش نبودیم، اما کوشش کردیم حتی با او رهرو که در اونجا راه میره و جاروکشی میکنه با او هم مشوره شد. در سطح بالا، در سطح پایین اداره چی رقم نجات بدیم، در سطح صنف همه جا کوشش میشه در سطح امارت. و در چیزی که من به شما یک چیز بگم، یک سوال بعض وقتا فکر میشه که یک کسی که تنها علوم دینی را یاد داشته باشه نمیتونه. اگر شما جنگ 20 ساله را یک با نظر انصاف نگاه کنیم، در جنگ همه چیز بود. مدیریت بود، حساب بود، رتبه های بسیار مهم بود، تمام رشته هایی که در علوم عصری بود در جنگ نیاز بود. اما در مقابل طالب کی بود؟ تمام دنیا بود با تکنولوژی بسیار پیشرفته. همین طالبه که فعلا بعض از دوستا انتقاد میکنه که در وزارت ها مقرر میشه، شاید از نظر علوم عصری کم تجربه باشه، همین طالب توانست 20 سال تمام چالش ها رو کنه، با دنیای غرب ایجاد کنه. به خاطر اینکه یک چیز ما الحمدلله به عنوان مسلمان هستیم، اگر واقعا ما مخلصانه در راه الله متعال حرکت کنیم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، راه را به انسان الله متعال خود هیچ کار میکنه، نشان میده. فلذا کمبودی در همه جا هست. اگر کسایی که تا قبل وجود داشت اینجا بود، کسای متخصصین وجود داشت، اما این متخصص حتی ظرفیت این نداشت که از اداره بیرون بشه و یک سوال از این کارمند بکنه که تو چیکار میکنی چیکار نمیکنی. ماها پشت دروازهای بسته کسی، یک آمر حتی رئیسا نمیتونه اینجا آمده و این متخصص به درد جامعه ما چی دوا کرد. فعلا یک میراث بسیار بده که با ما باقی مانده همین است. در طول یک سال بر کیفیتی که تاکید شده در طول 20 سال نشده، در حالی که همه متخصصین بود. اما این متخصصین در کجا بود غیر از فساد دیگه کار